سلام، من سمانم و توی این ویدیو میخوام یکی از قشنگترین لوکیشن های عکاسی در استانبول رو بهتون معرفی کنم. لوکیشنی که تقریبا هر کسی نمیشناستش. جای قشنگ دیگه ای که توی منطقه بشیکتاش باید بیاین کاخ احلاموره. این کاخ زیبایی که اینجا میبینین که برای عکاسی خیلی فضای جذابی داره. هزینه ورودیش هم خیلی ارزونه، از یه چای خوردن هم کمتر میشه و انقدر اینجا فضای عکاسی داره که بهتون قول میدم بیشتر از 100 تا عکس میتونین بگیرین و نمیتونین از بینش انتخاب کنین. من خودم این اتفاق برام افتاده. یه فضای سبز خیلی خوشگل هم داره که توش طاووس داره، حتی با اونا میتونین عکاسی کنین و کافه رستوران هم داره. اونجا یه دونه کافه است و خود این فضا که شما رو یاد کاخهای فرانسوی میندازه دیگه. بیاین چند تا تیکشو بهتون نشون بدم. انقدر این عمارت قشنگه شما رو یاد کاخهای فرانسوی میندازه. از توی همین پله هاش کل عکسای قشنگ میتونین بگیرین و همینطور این بالا تو قسمت بالکنیش. من فکر می‌کنم خودم به تنهایی 65 تا عکس اینجا گرفتم. انقدر اینجا عکس میگیرین که نمیتونین انتخاب کنین از توش. خوشگل بگیرین. از اینجا یه دید خیلی خوبم به فضا داره، اما فضای کاخ اگه خواستین ببینین یه عمارت طرح‌های طلایی داره. برای اینجا باید جداگانه بلیت ورودی بگیرین، یعنی یه بلیت میگیرین برای فضای داخلی و باغش، یه بلیت هم میگیرین برای اینجا که اگه دوست داشته باشین میتونین اینجا رو هم ببینین. آها، فقط یه چیزی، اجازه عکاسی و فیلم برداری توی این کاخ نداریم، فقط تو محوطه داریم. به جز عکسای جذابی که با خود عمارت میتونین بگیرین، یه فضای سرسبز قشنگم داره و چند تا طاووس که با اونا هم میتونین عکاسی کنین. اگه وقت داشتین میتونین بیان اینجا که کافه همین کاخه یه چیزی سفارش بدین و از لذت ببرین از موندن توی این کاخ. همینطور که میبینین کنار این استخر جذاب کلی صندلی گذاشتن که شما میتونین بیاین بشینین، حتی اگه تابستون هم بیاین، به خاطر سایه این درختای بلند خیلی خنکه. من اینجا رو خیلی دوست داشتم، یعنی یه فضای آرامش بخش خیلی قشنگیه که با اینکه ورودی داره و دلم میخواد که مثلا بعضی وقتا بیام اینجا بشینم ریلکس کنم. خیلی آدمای جالبی هم اینجا میان. این ویدیو میخوام بهتون یکی دیگه از لوکیشن های جذاب عکاسی در استانبول معرفی کنم. کاخ دولماباچه که توی منطقه بشیکتاشه و
ایرانی ها، اما برای توریست گرونتره، چند برابر مثل ایران خودمون. ولی به نظرم ارزششو داره که بیاین ببینین و با این دروازه زیبا عکاسی کنین. این دروازه معروف ترین عکسی که از کاخ دلمابادچه میبینین عکسایی هست که با این دروازه ها گرفته میشه. یه سری دروازه های بلندن که در واقع راه ورود به بخش دریایی بوده و توی این کاخ چند تا هست جای مختلف که میتونید با اونم عکسای خوشگل بگیرین. یه لوکیشن دیگه ای که اینجا برای عکاسی قشنگه این نرده هاست و که پشتش آب، یه فضای روبرو که یه منطقه دیگه از استانبوله و پرنده ها و کشتی‌هایی که اینجا رد میشن و خیلی حال و هوای عکستون رو قشنگ میکنن. خیلی جذابه. احتمالاً اسم کاخ توپکاپی شنیدین که یه کاخ خیلی معروف بوده، قبلا امپراتور عثمانی اونجا زندگی میکرده. این کاخو بعد از اون میسازن برای اینکه میخواستن قدرتشون رو نشون بدن و یه جورایی با کاخهای فرانسوی رقابت داشته باشن. برای همین اینجا خیلی کاخ بزرگیه و دقیقاً هم چسبیده به دریا. یکی از اون زاویه‌هایی که میتونید اینجا عکاسی کنید با خود کاخه که این کاخ بزرگیه، دیوارای خیلی خوشگلی داره. حتی اگه توش هم نرین عکاسی کنید با فضای بیرونش میتونید عکاسی کنید. درختای قدیمی خوشگل داره که با فضای سبزش میتونید عکاسی کنید و جاهای دیگه‌ای که بهتون نشون میدم. اینجا یکی از اون کاخهایی که رضاخان هم توش اقامت داشته و مهمون بوده و آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه بوده توش در واقع مرده و میگن که اون روز در واقع روزی که روز مرگش هست اینجا رایگان میشه و در اون اتاق هم باز میشه و اجازه عکاسی و فیلمبرداری هم میدن. انگار که یه زمانی توی این حوزه آب بوده و مثل خیلی از حوزه‌های دیگه در همه کاخ‌ها و جاهای دنیا که وقتی یه حوض بزرگ پر از آب مردم توش سکه می‌ندازن و آرزو میکنن، اینجا انگار که اینطوری بوده، به خاطر اینکه دقیقاً لبه این حوض پر از این سکه هاست که انگار نمیدونم اکسید شده، زنگ زده، چجوریه، رنگش هم فرق داره و توی حوضم دارم میبینم. خرافات همه جا هست دیگه، همه جا آب میبینن توش سکه میندازن. شما سکه میندازین؟ همونطور که گفتم اینجا کاخ خیلی بزرگیه و محوطه‌های مختلفی داره. یعنی همین دری که الان اینجا بهتون نشون دادم مدل‌های دیگه‌اش توی محوطه‌های دیگه هست. اگر دوست داشتین میتونین بلیت بقیه جاهاش هم بگیرین و برین کل کاخو بگردین اگر وقت داشتین. برای پیدا کردن اینجا کافیه روی آیکون لوکیشن پایین همین صفحه بزنین تا مستقیم به گوگل مپ وصل بشین.